این سفر اولین من در سال نوی میلادی این روز سیمی январ من نیت کردم که از خود دیدن کردن شهر باستانی ترسانزاده و مخصوصا از کار و بار دهقانان اصیل ناحیه دایر به تاکید میکنم پیش از همه یک مسئله دایر به بلند برداشتن مدنیت استفاده‌وری ثمراناک زمین از یک گکتار زمین آبی 3-4 حاصل گرفتم شما تجربه کلان دارید من از یک دیدن یک مرتبه دیگر آماده دیده بودم علاقه مساحت گرخانه ها شهر زیاد شد 18 گکتار لیکن کم آینده زیادتر کردن لکن هر یک اویله باید زمینی نزدی حولگیش ده نه که زمین های پرزیدنتی زمینی نزدی حولگیش ده میتواند به خراجات زیادتی سبزوات کشوند پیاز گشنیش اوکروپ دیگر نه رئیس شهر دوشنبه امروی من آمدن اونا هم دیدن بخوام برای تامینات کردن پیش از همه اهالی پایتخت مردمی خودمانه با سبزواتی تر و تازه و ازیت اکولوژی تازه باشه خب ما دیدن کردم من صحبتی که کوتاه با دهقان داشتم خیلی اونه که پمیدار و بادره کش میکنن اونه که حاضر سبزوات های خوب است شما تجربه کلان دارین من وزیر معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان زاکی زاده وزیر کشاورزی را سپارش میدم امسال در شهر ترسانزاده سمیناری جمهوریوی دایر به استفاده‌بری مدنیت بلند زمین را هم مدنیت زمین هم سبزوات کاری و هم باغ و تاکپروری را یک وقتی معین ماهای مای یا که ماهای اپریل در اینجا یا که ماهای ایون میگذراند که تمام متخصصان و رهبران خواجگی های دهقانی کلان آمده از تجربه شما آموزند برای هم آمادگی دیدن در کار هم کوشش کنیم که از هر یک وجب زمین مثلا زمین های آبی ثمراناک استفاده بریم دیده ایستادیم که اهالی ما سال با سال زیاد شده ایستاده است من همین سال اولی سالی است که در بازارهای پایتخت ما در عرفه سال نو میلادی نرخ نوای میوه سبزوات حتی محصولات گوشتی شیری بالا نرفت برای چی نرفت؟ برای آنکه استحصالات زیاد بود تامینات در بازار بیشتر بود یعنی اهالی را طلباتش قانع کرد مردم هم خرسند مردم پایتخت هم قریب 1 میلیون نفر خودی شهر نوایی مملکت هم از اون جلویه شهریدشان بینید تمامی مملکت همین است یعنی اگر خوبتر زحمت کشیم مهنت کنیم خودمون را تأمین میکنیم هم صادرات کنیم پیش رای شما را یگان کس نمیگیرد اینجا ارزان است مرحمت بار کن کشورهای دیگر کجایی که نرخی بلندقطی پیشنهاد میکنیم برید فروشید درآمد گیرید زندگیتون خوب و بهتر کنید پیامی من گوش کردید فهمیدید چکار کردم مدر کار آبادانی را از خانه و در خودمان شروع کنید وقتش بود که خانه می ساختی برده محکمت میکردن همین خیلی است همین شهری ترسان چندین کارمندان خدمتچای سابق دولتی در محبس هم بودن که خانهش بالاش شیفر پوشانده است یا که فوندامنت کرده است یا پدوال کرده است همین خیلی ناباد ماند حالا شرایط است با صنعتی بلند معماری زحمت کشیده سطح صفت زندگیتان خوبتر بهتر کنید خانه های نسازین چند آشا نسازین با فرزندان نبیره ابیره ها و کنیتان زمین های نزد اولیگی را ثمراناک استفاده برین 1 سال 3 بار حاصل گیرید 2 بار رزق روزی فرزندان را یک قسمتش را تامین میکند بحث از زمستان ده ما هم که طبیعت خوب زمین خوب خداداد داریم که اگر همین 4 فصل سال در ما زراعت بکاره میگیریم کبودی هم میشد سبزوات هم میشد دیگر هم میشد پیش از همه چکار میکنیم بعد دیگه همین فرزندان خودمون ریزه کردیم دیگه ده انداختیم پیشی دسترخانی شوهرده فرزندانش یک قسمتی مواد غذایی را از نزد حولگی
از زمینای پرزیدنتی و قانون هم آمده زمینای پرزیدنتی را اگر نزد استفاده نبریم قانون قدی باید برگردانده گرفته به دیگر شخصان دادن در کار یعنی ناشکری کرده ما در کار نیست زیادتیش کجا برده فروخته درآمد گیری چی بازار داخلی چی بیرون هست صاحبکارا تاجران هست میگیرند سالها پیش هم بود حاضر هم هست برای بیرون فروش درآمد گیری سیاست دولت و حکومت همین که ما هر چی زودتر تیزتر توانیم هم وطنمان را آباد کنیم هم حجم استحصال محصولات زیاد کنیم هم قدرت صادراتی دولت بیشتر کنیم یعنی صادرات کنیم درآمد بیشتر گیریم هم سطح و صفت زندگی پیش از همه خلق تاجیکستان رو بلند برداریم این با مهنت یک با سپارش پرزیدنت نمی شود رهبر دولت راه درست نشان میدهد همینطور نه همین پیام من برای یک ساله نیست برای آینده راه دورنمای رشد و ترقیات دولت تاجیکان برای 100 ساله ها است از روی همین کار کردم من بعضا مشکلی هایی است که او را در یک سال نمی شود در 2 سال نمی شود 5 سال 10 سال 20 سال در کار همین زینه بعد زینه نقشه گذاشته مقصد گذاشته همین خیل پیش رفته ما در کار چگونه که فرزند تربیه میکنیم از روزی تولدش تا به 18 پدر و مادر چی است اول خدا میگه که فرزندم کیه فرزند چیکار میکند تربیه میکند کلان میکند بوایه میرساند با آرزوی امیدی که آینده فرزندش متخصص میشود دانشمند میشود در سن سالی کلان سالی پیران سالی دستش میگیرد یکی نامبرداری پدر و مادر میشود همین خیلی است انا برای همین ما معین کردیم راه و روش آینده دولت و خلق تاجیکستان کنیتان وطن ما را دوست داریم صرف نظر از ملت و نژاد و دیگر همه ما وطندار بگیم شهروندی انمین خاک اجدادی هستیم دوست باشین برادر باشین خیش تباری کنید خب سلام علیک انسان از همه وی قیمت ترین این مهر و محبت عزت احترام انسانی است آن چیزی که در سالهای آخر کمتر کاهش یافته است اینا برقرار کردم ماندکو در شهر نباشد اگر 1000 معیوب است اونا را زندگی ما ناز باشد اگر کوشش کنیم که دستی دراز داشته باشیم کمک رسانیم خب بعد مثلا اویلای کم بیزاید یتیمان معیوبان انا این میشه کاری ثواب و کاری خیر خانه و دری اونا را بنابرد من رئیس شهر هست بنابرد بینید زندگیشان که نمیرسد مصلحت کنیم در محله در همون دیها چند نفر هستن 5 نفر برای 3 سال تقسیم میکنیم فطری روزه داریم فطری روزه بعدی ماه شریفی رمضان ایدی قربان چی داریم قربانی میکنیم همین خیروای کردن جمع میکنیم میریم خانه و در همون یک تشه درست میکنیم سال دیگر نوبتی دیگرش میشود همون هم که است شهروندان ما شما فرزندان ما شما خیش اقربای ما شما الان این میشود رکنهای دین مبین اسلام از آیات شریعتی آیات ربانی صدقه و خیرات بکی ما پیش راه صدقه و خیرات بیکردگی را نگرفتیم اونه که یک کوچه را راست میکند اونه که یک مکتب میسازد اونه که در یک دیه آب میبرد از همه باز و کاری ثواب این آب دادن است بینیتان کشورهای عربی در وقتهای ویده چاه میکندن در کمیستان ها چاه میکردن آب میبراوردن که شاید یکان قاروان میگذرد حیوان میگذرد شترهای میگذرد یا که تاجرهای میگذرد از همین آب استفاده برند و ثوابش به همون شخصی که وی کرده است میرسد دیگر که 2 سال پس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
30 سال 2 سال پس می شود که ما همچون دولتی صاحب استقلال و آزاد هستیم. تقدیرمان در دست خود ماست. برای چیکار کردم مونده؟ وقتی که دولت داره ما شما، وقتی استقلالیت و آزادی داره ما شما، از این همه نعمت‌های به بها پیش از همه شکرانه کرده. این خانه ما شما است. کلی مردم تاجیکستان زحمت کشیده پیش از همه خانه خودمان چیکار کرده مونده؟ آباد کرده مونده. کسی زحمت میکشد راحتش هم میبیند. همخنه مثلا همین تاجیکستان ده حاضر من همین دوره و کمتر کمابی شد چیکار کردن در کار دیخانه خوبتر میتونن متخصصا میدونن یک خواب مونید آب مونید نگاه نکنید اون سیر آب بی و دیگر یک خواب مونید یکی طرزی بلند برداشتنی حاصلناکی زراعت ها مخصوصا میوه و پخته من سبزوادم زمین وقتی یک خواب میمونید چه فایده داره؟ بعضا حشرات ها که یخ میشود زمین در بوده اگر شدگار کرده مانیم میکشد دیست میکنه. در وقتی که زراعت کردیم حاصلاتش بلند میشه. وقتی بیخی درخت اگر به شرطی یک خواب موندیم 2 هفته کمش ده گل کردن درخت کرخت میکند. پیشتر گل نمیکند. پستر گل میکند. خنوکی ها که پس سرچه گل میکند. گل کرد خیلی 70-80% آن است که حاصلاتی میوه زیاد میشه. یعنی دیخانه خوب میدونن آب رفته ایستاده است. یعنی آب باران هم وای شد گرفته زمین در ماندن در کار زمین های پخته است شالی است نیال های باغ هایی که در زمین های هموار است های کرده ماندن در کار. دیخانه در تمام جمهوری کردن در کار یک کار دیگر مسئله باغ پروریده. حتی تا ولایت مختار کوهستان بدخشان وادی رشت جایی که برف است چیکار میکردن بابای ما پدرای ما وقتی که برف میبارید ما بچه که جوان بودیم از بالای برف میرفتیم پایان بلند میشد مجبور میکردن بخی درخت انگور دا پیش میکردیم بعد میگفتن سون کن پاختی برف با بخی درخت دا برده کشانده سون میکردیم. انا که بعد فهمیدیم چی نمیفهمیده برای چی؟ انا که بعد فهمیدیم که برف خنک است که وقتی بخی درخت که تابستان عموما قریب 7 ماه 8 ماه دیگر باران نیست دمی نیست این خنکی بیشتر پایان می رود چکر می رود این هم حشرات نیست میکند نم آیسته 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 به نهایت چکر می رود حاصل ناکی را تابستان در نهال اذیت نمی کشد حاصل بیشتر همشی حاصلش نگاه داشته قبیده می توان حتی همین کارها را میکنن فقط یک در وادیان در همه جا همین کارا کردن در کن آن نقشه چاربینی هایی که در شهر دارن صاحب کارا تاجرا فقط وظیفه اونا نیست کلی مردم از خانه رئیس جماعت داریم فعالا هست حزب خلق دموکراتی هست دیگر مقامات هست داریم شورای جمعیتی داریم کلان سالاران داریم دیخانه هر یک آیله را در آمده از نزد حولیگیش از خانه و درش جای خوابی فرزنداش کجا در درس تیار میکند کجا در خوراک میخورد کجا در جای خوابش است چگونه شرایط زندگی دارد شرایط زندگی خودمان را بهتر کنیم غمی فرزندا را خوریم تربیه کنیم خوراک مواد غذایی خوبتر تیم که ماینشان عقلشان کار کند دانشمند شود آینده در آیله تأمینات خوب کرده مونده که غمی فرزندا را خوریم مواد غذایی با صفت باشد داریم سبزوات داریم میوه داریم شیر و گوشت و دیگر داریم پیش از همه فرزندا را تربیه کنیم تعلیم تربیه خوب کنیم وظیفه پدر و مادر همین است دو من اشاره کردم درست خواهیم که آینده تاجیکستان رشد ترقی کند ما نورسا را غمی آنها را خوردن مونده که